سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مجتبی احمدی هستم. امروز میخوایم با هم دیگه سوالای مدار الکتریکی کنکور ارشد برق سال 1403 رو حل کنیم. ازتون میخوام که همین ابتدای ویدیو حتما کانال رو سابسکرایب کنید، چون که این سری از ویدیوها مخاطب عام نداره و مخاطب خاص خودشو داره، مخاطباش کمن. واسه همین ازتون میخوام حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. خب بریم سراغ سوال اول. میگه که مقاومت دیده شده از سرهای A و B چند ohmه؟ خب همونطور که مدار رو میبینیم یه مدار نامتناهی داریم که از سمت چپ به دو سر A و B وصله و از سمت راست نامتناهیه. اگه بیایم به این شبکه دقت کنیم متوجه میشیم که از خط وسط، یعنی از این خط میانی، مدارمون متقارنه و مقاومت‌های بالا و پایین با هم دیگه برابرن. پس یه خط تقارن داریم اینجا. توی شبکه‌هایی که خط تقارن داریم ما میتونیم اون خط تقارن رو زمین در نظر بگیریم، یعنی ولتاژش رو 0 در نظر بگیریم. خب اگه اینجا رو زمین در نظر بگیریم ما یه مقاومت از بالا میبینیم. مثلا اگه از نقطه A مقاومت A رو ببینیم، از نقطه B هم چون که مدارمون متقارنه همون مقاومت دیده میشه. از نقطه B هم یه مقاومت R از B تا زمین دیده میشه. پس در کل مقاومتی که از دو سر AB دیده میشه چقدره؟ میشه R به علاوه R که میشه 2R. خب الان کافیه بیایم R رو محاسبه کنیم تا مقاومت دیده شده که 2R هست رو به دست بیاریم. خب برای این کار میایم نیم مدار رو میکشیم. مثلا از نقطه A نیم مدار رو بکشیم چه جوری میشه؟ یه مقاومت 1.5 داریم، یه مقاومت 2 اوم داریم که به زمین وصل میشه و در ادامه از طبقه اول به بعد میبینیم که اندازه مقاومت ها 2 برابر میشن. در ضمن این خط تقارن وسط که داشتیم این مقاومتاش حذف میشن، چون دو سر هر مقاومت به زمین وصل میشه. مثلا مقاومت 1، 1.5، 2، 2.5 اینا همشون حذف میشن. خب این نیم مدارمون اینجا نقطه A رو داریم، مقاومت 1.5، مقاومت 2. از اینجا به بعد توی هر طبقه ای که میریم جلو اندازه مقاومت ها 2 برابر میشن. پس میتونیم بگیم که مقاومت دیده شده از اینجا چقدره؟ چون که اندازه مقاومت ها 2 برابر شده، پس مقاومت دیده شده هم میشه 2 برابر، یعنی 2R میشه. یعنی اینجا یه مقاومت 2R داریم. اینجا مقاومت R دیده میشه، مقاومت 1.5، 2 و 2R. خب الان میایم با استفاده از روابط سری و موازی مقاومت R رو سعی میکنیم به دست بیاریم. R میشه چی؟ میشه 2 موازی با 2R به علاوه 1.5. خب 2 موازی با 2R میشه چی؟ میشه حاصل ضربشون با حاصل جمعشون، یعنی 4R به 2R به علاوه 2 به علاوه 1.5. خب که کسر اول اگه ساده کنیم میشه 2R به R به علاوه 1 به علاوه 1.5. خب
میایم معادله رو در r به علاوه 1 ضرب میکنیم تا معادله ساده بشه. پس میشه r در r به علاوه 1 مساوی 2r به علاوه 1.5 r به علاوه 1.5 که از اینجا یه معادله درجه 2 به دست میاد. r2 به علاوه r منهای 2r منهای 1.5 r منهای 1.5 مساوی 0. معادله‌ای که به دست میاد هستش r2 منهای 2.5 r منهای 1.5 مساوی 0. از اینجا r رو به دست میتونیم بیاریم، میتونیم از روش دلتا بریم و میتونیم هم تجزیهش کنیم. میشه r منهای r به علاوه نیم در r منهای 3 مساوی 0 که از اینجا r به دست میاد 3 و منفی نیم. خب مقاومت که منفی نمیتونه باشه، پس r مون 3 هست. خب مقاومت دیده شده از دو سر آبی چقدر بود؟ برابر 2r بود، درسته؟ پس مقاومت دیده شده میشه 6 اوم، یعنی گزینه 2. خب بریم سوال بعدی. میگه که در مدار زیر شبکه N مقاومتی خطی و بدون منابع مستقله. اگر به ازای VS و IS با این مقدار این معادله رو داشته باشیم، رابطه VI اگه VS و IS این مقدار جدید باشن به چه صورتیه؟ خب ما توی فصل قضیه های شبکه یه نکته ای رو داریم که میگه هر متغیری از مدار رو میشه به صورت ترکیبی خطی از منابع مستقل مدار نوشت. به عنوان مثال اگه I یه متغیری توی مدار باشه، میشه به صورت مثلا اگه منابع مستقلمون VS و IS باشن، میشه بنویسیم I مساوی آلفا VS به علاوه بتا IS. توی هر شبکه خطی این معادله برقرار. خب الان اومده بهمون گفته که معادله کلی مدار رو بهمون داده. خب VS و IS رو هم بهمون داده. V کجاست؟ V مقاومت، V ولتاژ دو سر این مقاومت، I هم جریانیه که از این مقاومت میگذره. خب پس ما معادله رو که بنویسیم میشه 4V منهای 8I، V و I که مربوط به این مقاومت R، درسته؟ منهای 2 به علاوه 2 تا کوسینوس تی مساوی 0. خب توی این جمله قاعدتاً باید هم IS باشه هم VS، چون که گفتیم متغیرهای مدار رو میشه به صورت ترکیبی خطی از منابع مستقل مدار نوشت. خب الان کدومش مربوط به IS و کدومش مربوط به VS؟ قاعدتاً اون جمله‌ای که کوسینوس داره مربوط به VS میشه، چون که گفته توی حالت اول VS برابر کوسینوس تی هست. پس این میشه 2 تا VS. و جمله‌ای که مقدار ثابت داره مربوط به IS. IS رو بهمون داده 1/2، پس این میشه منفی 4 تا IS. خب پس معادله کلی مدارمون میشه 4V منهای 8I منهای 4 تا IS به علاوه 2 تا VS مساوی 0. الان دیگه اگه IS و VS رو تغییر بدیم، هر مقداری که به جاشون بذاریم این معادله برقراره.
حالا اگه بخوایم ساده ترش هم بکنیم میتونیم بر یه 2 تقسیمش بکنیم، میشه 2v منهای 4i منهای 2 تا is به علاوه vs مساوی 0. الان گفته که توی حالت جدید به جای vs سینوس t بذارین و به جای is 1 بذارین. خب به جای is پس 1 میذاریم و به جای vs سینوس t میذاریم. معادلمون میشه 2v منهای 4i منهای 2 به علاوه سینوس t مساوی 0. خب کدوم گزینه با این معادله هم خونی داره؟ گزینه 3 میشه جوابمون. خب اینم از این سوال. بریم سوال 3. سوال 3 گفته که مدار معادل تونن رو از دو سر منبع ولتاژ VS به دست بیار. خب دو تا راه داریم برای اینکه مدار معادل تونن رو به دست بیاریم. یکی این که مقاومت تونن رو جدا حساب کنیم و ولتاژ تونن رو جدا حساب کنیم و یکی دیگه این که به صورت همزمان بیایم این دوتا رو حساب کنیم که اگه به صورت همزمان حساب بکنیم سریعتر میتونیم به جواب برسیم. پس میایم از روش همزمان استفاده میکنیم. توی روش همزمان چیکار میکردیم؟ میومدیم یه منبع ولتاژ وی تست و آی تست قرار میدادیم از اون دو سری که میخواستیم مدار معادله به دست بیاریم و باید به این رابطه میرسیدیم: وی تست مساوی آر تونن در آی تست به علاوه وی تونن. این معادله کلیه که باید بهش برسیم و توی روش همزمان هم لازم نیست که منابع مدار رو صفر بکنیم. خب پس میایم یه وی تی و آی تی میکشیم اینجا، مدار رو کامل میکنیم. مقاومت های 1 او، منابع جریان 2 و 1 و یه مقاومت هم توی شاخه بالا داریم. این جریان آی تیه. خب میایم مدار رو تحلیل میکنیم تا به اون معادله نهایی برسیم. این جریان آی تی میاد وارد این نقطه میشه و یه جریان 1 هم که از اینجا میگذره. پس چه جریانی وارد این شاخه بالایی میشه؟ آی تی منهای 1. خب جریان آی تی منهای 1 میاد اینجا و یه جریان 2 آمپر اینجا ازش کم میشه توی این نقطه. پس چه جریانی وارد شاخه پایینی میشه؟ یعنی وارد این مقاومت 1 اوم میشه آی تی منهای 3. الان کافیه که یک KVL توی این مسیر کلی مدار بزنیم. KVL که بزنیم میتونیم بنویسیم مقاومت 1 در آی تی منهای 3، 1 ضرب داره آی تی منهای 3 به علاوه این مقاومت بالایی 1 ضرب داره آی تی منهای 1 مساوی میشه با وی تی، یعنی میرسیم به این منبع ولتاژ وی تی. خب اینو اگه مرتب بکنیم میتونیم بنویسیم وی تی مساوی 4 تا آی تی، ببخشید 2 تا آی تی منهای 4. خب این معادله‌ای که به دست آوردیم رو، این آی تیه، مقایسه کنید با این معادله‌ای که باید به دست می آوردیم. از اینجا آر تونن به دست میاد 2 او و وی تونن به دست میاد منفی 4 ولت. یعنی جوابمون میشه کدوم گزینه؟ 2 و منفی 4 میشه گزینه 4. خب اینم از این سوال. بریم سوال 4. میگه همه مقاومت ها خطی و مثبت هستن.
دو تا شرایط بهمون داده. توی شرایط اول میگه IS 4 و VS هم 4. توان مقاومت 1 اوم 4 وات. مقاومت 1 اوم کدوم؟ این مقاومت رو میگه. و توی شرایط دوم IS 4 VS 8. توان مقاومت 1 اوم 9. خب میگه که اگه این شرایط سوم رو لحاظ کنیم IS و VS این مقدار جدید رو داشته باشن، توان مقاومت 1 اوم چقدر میشه؟ خب اینجا اومده با تغییر مقدار منابع مستقل مدار یعنی VS و IS توان مقاومت این 1 اوم رو بررسی کرده. خب توان مقاومت چی میشه؟ P مساوی RI2 دیگه. اینجا هم گفته جریانی که از این مقاومت میگذره جریانی که از این مقاومت میگذره آیه. خب و مقدار آر هم که 1. خب پس این P مساوی I2. یکم زوم اوت بکنم جا باشه برای نوشتن. خب میگه که توی حالت اول میایم اینجا دو تا حالت اولی که بهمون داده رو بررسی میکنیم. میگه توی حالت اول IS 4 بوده، VS هم 4 بوده و توان مقاومت 1 اوم 4 بوده. خب گفتیم که توان میشه RI2 که اینجا چون R1 برابر I2 میشه. وقتی توان 4 باشه جریان میشه چی؟ میشه 2 آمپر. و خب یه نکته گفته بودیم که هر متغیری توی مدار رو میشه به صورت ترکیبی خطی از منابع مستقل مدار نوشت. یعنی میشه I رو به این صورت نوشت. I میشه آلفا VS به علاوه بتا IS. این جریان I که از مقاومت 1 اوم میگذره به صورت خطی از منابع مستقل مدار نوشتیم. خب توی حالت دوم چی میگه؟ میگه IS 4 باشه، VS بشه 8. توان چقدر میشه؟ توان میشه 9 یعنی I میشه 3. درسته؟ خب ما میتونیم اینجا بیایم یه دو تا معادله تشکیل بدیم. واسه حالت اول طبق این معادله قرمزی که داریم میتونیم بنویسیم 2 مساوی آلفا VS یعنی 4 آلفا به علاوه بتا IS یعنی 4 بتا. برای حالت دوم هم میتونیم بنویسیم I که هست 3 مساوی آلفا VS یعنی 8 آلفا به علاوه بتا IS یعنی 4 بتا. خب این دوتا معادله رو که ساده بکنیم معادله بالایی میشه آلفا به علاوه بتا مساوی 1 دوم. معادله پایینی هم میشه 8 آلفا به علاوه 4 بتا میشه 3. خب این دو معادله دو مجهول رو اگه حل بکنیم آلفا به دست میاد 1/4، بتا هم به دست میاد 1/4. پس ما میتونیم معادله جریان I بر حسب VS و IS رو داشته باشیم. معادله کلی جریان I که از مقاومت 1 اوم میگذره میشه 1/4، چون که هر دوتاشون 1/4 از 1/4 فاکتور میگیریم میشه 1/4 VS به علاوه IS. خب این شد
معادله کلی آی بر حسب منابع مستقل ما. حالا گفته توی حالت سوم بیاین در نظر بگیریم که آی اس 8 باشه و وی اس 12 باشه. آی اس 8 وی اس 12. پس آی میشه 1/4. این در حالت سوم. آی میشه 1/4. این وی اس بود. 12 به علاوه 8 که میشه 5 آمپر. خب گفته که توی حالت سوم ازمون جریان رو نخواسته، ازمون توان مقاومت 1 اوم رو خواسته. توانم که میشد آر آی 2 یعنی 1 ضرب داره 5 به توان 2 که میشه 25 وات. اوکی، 25 وات یعنی میشه جوابمون گزینه 3. خب جوابمون میشه گزینه 3. بریم سوال 5 رو حل کنیم. سوال 5 میگه که توی لحظه 0 دوتا کلید S1 و S2 باز میشن. معادله ولتاژ V1 رو برای زمانهای مثبت پیدا کنیم. خب V1 همون VC1 دیگه. اگه این رو بگیریم C1 این رو بگیریم C2 در واقع معادله ولتاژ VC1 یا همون ولتاژ خازن صفرادی رو ازمون میخواد. خب ولتاژ خازن رو چجوری میتونستیم به دست بیاریم؟ ولتاژ خازن رو میتونستیم بنویسیم ولتاژ اولیه خازن VC 0 به علاوه 1/30 انتگرال جریان خازن IC T DT انتگرالش از 0 تا T. خب کاری که باید بکنیم اول بیایم مدار رو در T 0 منفی تحلیل بکنیم تا ولتاژ اولیش به دست بیاد. خب توی زمان T 0 منفی مدار به چه شکلی میشه؟ چون که مدار به حالت پایدار خودش رسیده پس خازن‌ها به صورت مدار باز هستن، یعنی کلیدها هم که بسته هستن چون که در زمان 0 گفته باز میشن. پس این بالا دوتا منبع ولتاژ داریم. این وسط هم یه خط وصل کننده داریم. اینجا دوتا مدار باز داریم. شاخه پایینی هم یه مقاومت 1 اوم داریم. اینجا میشه ولتاژ VC1 0 منفی. این هم میشه VC2 0 منفی. این 1 ولته، این هم 2 ولته. خب از اینجا VC1 0 منفی به دست میاد 1 ولت. VC2 0 منفی هم دو سرشون به منبع ولتاژ وصله دیگه، ولتاژشون برابر ولتاژ منابع ولتاژ میشه 2 ولت. خب از اونجایی که ولتاژ خازن و همچنین جریان سلف پرش ناگهانی ندارن، مقدارشون در 0 منفی و 0 مثبت با هم دیگه برابره. یعنی اینجا میتونیم بنویسیم VC1 در 0 مثبت و 0 منفی برابر 1، VC2 هم در 0 مثبت و 0 منفی برابر 2. خب پس ولتاژ VC1 رو اگه بخوایم به دست بیاریم، VC1 و مقدار اولیه ولتاژش 1 ولته. مقدار خازن هم که داریم این هم 0 فاراده.
کافیه این انتگراله رو به دست بیاریم تا معادله ولتاژ خازن C1 به دست بیاریم. انتگراله رو چجوری باید به دست بیاریم؟ باید بیایم مدار رو در زمان t بزرگتر از 0 تحلیل بکنیم و از جریانش انتگرال بگیریم. خب اینجا من یکم زوم اوت میکنم. برای تی های بزرگتر از 0 باید مدار رو تحلیل بکنیم. خب اول میایم مدار رو در 0 مثبت تحلیل میکنیم. توی 0 مثبت کلیدها باز میشن و به جای خازن‌ها چی باید بذاریم؟ به جای خازن‌ها منابع ولتاژی باید بذاریم که مقدارشون با ولتاژ اولیه برابره. یعنی به جای خازن 3 فاراد منبع ولتاژ 1 ولت رو میذاریم، به جای خازن 6 فاراد منبع ولتاژ 2 ولت رو میذاریم. پس در 0 مثبت این کلید اگه باز بشه، این کلید S2 هم اگه باز بشه، این قسمت بالایی مدار کلن حذف میشه، چون که هیچ جریانی از این شاخه‌های بالایی عبور نمیکنه و فقط این قسمت پایینی مدار باقی میمونه. یعنی میتونیم اینجوری بکشیم که یه منبع ولتاژ 1 ولت به جای خازن C1، یه منبع ولتاژ 2 ولت به جای خازن C2 داریم و یه مقاومت 1 اوم هم پایین داریم. اینجا 1 ولت، اینجا هم 2 ولت. جریان خازن ها هم به این شکله که از سر مثبت میره به سر منفی. این آی C1، این هم آی C2 که اینجا آی C1 و آی C2 با هم برابرن. خب آی C1 در زمان 0 مثبت چقدر میشه؟ خب این جریانش میشه چقدر؟ این دوتا منبع ولتاژ با هم دیگه جمع میشن 3 تقسیم بر 1 میشه 3 آمپر. جهتش خلاف بر جهت منابع ولتاژ، پس میشه منفی 3 آمپر. خب جریان خازن‌ها در زمان بی‌نهایت چقدر میشن؟ چون که خازن‌ها در زمان بی‌نهایت مدار باز میشن و به پایداری میرسن و هیچ جریانی ازشون عبور نمیکنه، پس آی سی 1 در زمان بی‌نهایت میشه 0. درسته؟ خب معادله جریان رو اگه بخوایم بنویسیم میشه مقدارش میشه آی سی بی نهایت به علاوه آی سی 0 مثبت منهای آی سی بی نهایت در ای به توان منفی تی به روی تا. خب مقدار آی سی بی نهایت و آی سی 0 رو که به دست آوردیم، فقط مقدار ثابت زمانی یا تا رو باید به دست بیاریم. مقدار ثابت زمانی میشه چی؟ میشه آر تونن ضرب در خازن معادل یا سی ای کیو. سی ای کیو توی این مدار میشه چی؟ توی این مداری که برای زمانهای مثبت هست باید در نظر بگیریم. کلا ثابت زمانی رو برای زمانهای مثبت در نظر میگیریم. خب اینجا دو تا خازن 3 فاراد و 6 فاراد داریم که به صورت سری هستند. پس سی ای کیو میشه سری 6 و 3 میشه 2 فاراد
و آر تونن هم میشه 1 اوم. کلا یه دونه مقاومت 1 اوم داریم دیگه، پس ثابت زمانی میشه 2 ثانیه. در نتیجه معادله جریان آی C1 میشه چی؟ میشه 0 به علاوه منفی 3 منهای 0 یعنی منفی 3 تا ای به توان منفی تی دوم. این شد معادله جریان خازن C1. باید میومدیم از این معادله جریان انتگرال میگرفتیم در بازی 0 تا T1 تا ولتاژ خازن C1 رو به دست بیاریم. خب میایم ازش انتگرال میگیریم توی بازی 0 تا T منفی 3 تا ای به توان منفی T دوم دی تی. منفی 3 که میاد بیرون داریم انتگرال ای به توان منفی تی دوم میشه منفی 2 تا ای به توان منفی تی دوم. خب در بازی 0 تا تی ازش انتگرال بگیریم میشه 6 تا ای به توان منفی تی دوم منهای ای به توان 0 که میشه 1، یعنی 6 تا ای به توان منفی تی دوم منهای 6. خب اینا رو یکم کوچیک‌تر بکنم که جا باشه. خب خب VSC مون شد. بذارین اینو کپی بکنم بیارم پایین. خب الان این انتگرالی که میخواستیم رو به دست آوردیم. پس ولتاژ VSC1 یا همون V1 میشه 1 به علاوه 1/3 در 6 تا ای به توان منفی تی دوم منهای 6 که این به دست میاد 2 تا ای به توان منفی تی دوم 1 منهای 2 میشه منفی 1. پس جوابمون میشه 2 تا ای به توان منفی تی دوم منهای 1. ببینیم کدوم گزینه است. میشه گزینه 1.